بسیار صد درود، خوش اومدید به کانال آب تیم شو. امروز اومدیم با پارت دوم بازی لیمبو، یه بازی خیلی خفن. قبل از اینکه بازی شروع کنیم لطفا لایک کامنت و زنگوله نره. لیتس گو بچه. اگه یادتون باشه قسمت قبلی با یه عنکبوتی روبرو شدیم و ما اون عنکبوتی شکست دادیم و حالا بریم در ادامه ببینیم چه خواهد شد. سلام آقا عنکبوت، خوبی؟ پای اول تو بیار. دست گل در نکنه. پای اول به فنار نه تلخص حالا میریم سراغ پای دوم. بیا ماشالله. پای دومش هم بفنار نتونستی بزنی اصول کسافت. و حالا پای سوم قرار بفناره. بیا دست گل در نکنه. خداحافظ آقا عنکبوت، بعدا میبینم. بترس ای بچه 7 ساله. راهمون ادامه میدیم. خیلی بچه چه ترماره نکن خونه آقای عنکبوته. بچه ها پام گیر کرد. چیه بچه خونه ترماره. بچه ها گفتم آقای اینجا خونه آقای عنکبوته. بدو نه داستانم که کجا داره ما میبره. خود ما هم تار بزنه. بچه ها دیدید اونجا رو؟ اونجا هم یکی تار زده. آی سمگیج رفت. ایشور الان آزاد میشم جلو چشتان آزاد میشم. خداحافظ آقا عنکبوت، بعدا میبینم حسابتان میرسم. خداحافظ آقا عنکبوت. داداشم دیگه مرده. اینجایی که چیز شده خیش آزاد شدیم. فکر نکنم آزاد شدیم. دوباره عنکبوت میاد سراغ ما. فکر کنم الان نمیدونم. فکر کنم آقا عنکبوت هم ببینم. چه خوشگل چیز. ماشالله یه پرش خوب میزنه بچه 7 ساله. توی تار گیر کرده. برو فکرم آقا عنکبوت بیاد. نه نمیبینم الان ما در رفتیم. نه دنبال مقدر. برو زنگال بده. نزدیک شد درخته بیاد بومونه. کتلت بشون. بچه باید هدایتش کنم سنگی بده. آقا عنکبوت نمیاد. حسی دارم آقا عنکبوت داره میاد. فرار. ما گو خوردیم آقا عنکبوت، ولم کن. ما نمیخوام بچه تو باشم، ولم کن. یالی خدافظ. کتلت شدم. بلند شو بچه 7 ساله. الان عنکبوت میاد سراغمون. بلند شو. بده. تار در اومدیم ها. این که آلی نزدیک بود. ده چه 7 ساله این تارزان تاب میخوره. بریم راهمون ادامه بدیم. اینا رو یه پرش دیگه. 1 2 3 یه پرش. چه پرشی زد. داداش سنگی اصلا زیرمون بود.
این چجوری قصر طرف این سنگه چه پرش 2 متری 3 متری زد فکر کنم راهمون ادامه میدیم عنکبوت نه بابا این عنکبوت علم کن استمنا کسافت یه پرش دست گله در نکنه باشیم تو دریا چقدر چرخه کسافت چرخه میشم یا اول فرد بزنی چرخه رو آتیش میزنن لاستیک یه پرش ایستا بینا کسافه ایستا دارم میام من با شوخی دارم شغلا ایستا دارم میام اونجا به آتیش کشید دودش بلند شد انا آتش رو داریم بابو چه این نمیدونم واو حال کردید تناب داشت تناب نمید خیلی مسئله است بایسته تناب بریم بالا یه پرش دیگه برایمون ادامه میدیم که صفحه میکنم فکر کنم یه شوخی دارم فکر کنم بچه الان آقا عنکبوتی بیا دنبالم اومد که داداش باش ولم میکن تو رو ملا ولم میکن وای علی یه بچه هم گرفته بودا ما که رفتیم خدا بپره با بچه این دیگه داشت بیا این این نمیشه پات بذاریم ما که رفتیم خداحافظ بکرده پر والی برو برات دارم بودو الان میاد ما رو له میکنه یالی خداحافظ آقا عنکبوت که صفت آقا عنکبوت قشنگ بچه یه پای آقا عنکبوت قطع شده برامون ادامه میدیم چیه؟ بپر برو برامون ادامه میدیم با بچه از 8 ساله علی یه پرش کنم بچه آقا عنکبوت مرد دیگه نه؟ فکر نکنم مرده باشه ولی فکر کنم مرده باشه چون عنکبوت دیگه این بازی کنیم ادامه رو میدیم اوه شت پاشو بگی بیا اینجا کسافت شما کن حال بهم زد شنده بچه این کلشه و چشش بود نه کلشه بریم کسافت آمانی کرد برو یکم دیگه بریم کافیه شید اینجا خب بچه ها اینم از پارت دوم بازی لیمبو امیدوارم که از پارت دوم خوشتون اومده باشه تا پارت بعدی خداحافظ